سلام، به تاریخ شو خوش اومدید. جایی که هر راز تاریخی رو با هم کشف میکنیم. آیا تا حالا اسم سید جمال الدین اسدآبادی به گوشتون خورده؟ شاید فکر کنید که فقط یک روشنفکر قدیمی بوده، اما واقعا بیشتر از اینا بود. این مرد شجاع توانست توی دوره‌ای که مردم ایران به شدت تحت تاثیر استعمار و بی‌عدالتی بودن، نه تنها یک حرکت اصلاحی بزرگ راه بندازه، بلکه تأثیرش رو توی تاریخ ایران بذاره. بیایید با همین داستان رو بشنویم. اوضاع ایران قبل از سید جمال الدین. خب بذارید اول نگاهی بندازیم به ایران تو اون دوران. ایران تو قرن 19 میلادی تقریباً هیچ وقت به خودش نیومده بود. استعمار روسیه و انگلیس به شدت به کشور فشار می آوردن و دربار قاجار هم بیشتر به فکر خوشگذرانی و فساد بود. مردم نه تنها زیر ظلم و فقر زندگی می کردن، بلکه هیچ صدای اعتراضشون هم شنیده نمی شد. تولد سید جمال الدین و تحصیلات اولیه. سید جمال الدین توی سال 1831 در اسدآباد همدان به دنیا آمد. از همون بچگی علاقه زیادی به علم و دانش داشت و خیلی زود از ایران رفت به کشورهای دیگه مثل هندوستان، مصر و ترکیه. جایی که دیدگاه‌ها و تفکرات جدیدی رو یاد گرفت. سید برخلاف خیلی از روشنفکرهای دیگه که بیشتر به فکر خودشون بودن، هدفش این بود که جوامع اسلامی رو از رکود و استعمار بیرون بیاره. دیدگاه‌های اصلاح طلبانه سید جمال الدین. سید جمال الدین یکی از اولین کسانی بود که متوجه شد برای نجات کشورهای اسلامی باید به صورت جدی با استعمار مبارزه کرد. یکی از شعارهای مهمی که داشت این بود که باید اتحاد اسلامی شکل بگیره. سید میگفت که اگر مسلمان‌ها با هم متحد بشن، میتونن قدرت رو از دست قدرت‌های استعماری بیرون بکشن. برای همین شروع کرد به سخنرانی‌ها و نوشتن مقالاتی که در سطح بین‌المللی منتشر میشد. تأسیس مدرسه علوم سیاسی و اجتماعی در مصر. سید جمال الدین نه تنها به حرف زدن اکتفا نکرد، بلکه عمل هم کرد. وقتی در مصر بود، تلاش کرد مدرسه‌ای به نام مدرسه علوم سیاسی تأسیس کنه که هدفش آموزش سیاست و اصول حکومتداری مدرن بود. این کارش موجب شد که خیلی از جوانها به فکر ایجاد تغییرات بنیادین در کشورهای خودشون بیافتن. خیلی ها از کارهای سید الهام گرفتن. مبارزه با استعمار و مخالفت‌ها. البته همه از سید خوششون نمی اومد، چون نظراتش خیلی از جریان‌های سنتی و مذهبی رو به چالش می‌کشید. سید به شدت با استعمار بریتانیا و روسیه مخالف بود و معتقد بود که کشورهای اسلامی باید مستقل بشن. همینها باعث شد که سید به کشورهای مختلف تبعید بشه و همیشه تحت فشار قرار بگیره. تأثیرات سید جمال الدین بر جنبش‌های بعدی. اما حرفها و کارهای سید جمال الدین بی نتیجه نبود. تأثیراتش رو میتونید توی انقلاب‌های بعدی مثل انقلاب مشروطه ایران یا جنبش‌های ملی در کشورهای دیگه ببینید. حتی شخصیت‌هایی مثل محمد عبده و رشید رضا که از پیروان سید بودن، بعدها تونستن جنبش‌های مهمی رو در دنیای عرب راه بندازن. مرگ و میراث سید جمال الدین. سید جمال الدین اسدآبادی سرانجام در سال 1898 در دمشق درگذشت. ولی درست مثل خیلی از رهبران تاریخ، مرگش نتونست باعث فراموشی ایده ها و افکارش بشه. ایده های سید هنوز هم توی بحث های سیاسی و مذهبی امروز جهان اسلام مطرحه. امروز وقتی از استقلال و بیداری اسلامی صحبت می‌کنیم، رد پای سید جمال الدین همیشه دیده میشه. خب حالا نوبت شماست. فکر می‌کنید سید جمال الدین اسدآبادی در دنیای امروز چه نقشی میتونست داشته باشه؟
نظرات خودتون رو تو کامنت ها بنویسید و با من به اشتراک بذارید. ممنون.